آب یکی از ثروت‌های بی‌بهای طبیعت به شمار می‌رود که هستی موجودات روی عالم از خردترین ذره سر کرده تا به بزرگترین جسم سیاره از آن وابستگی کلان دارد. جمهوری تاجیکستان طی 10 ساله اخیر مسائل وابسته به آب را در چارچوبه روزنامه گلوبالی فعالانه پیش میبرد. دستگیری تشبث تاجیکستان از جانب سازمان ملل متحد در مسئله اعلان نمودن سالهای 2018-2028 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار بار دیگر نفوذ کشور را در سطح جهانی بالا برداشت. اندیشه های آموزگاری دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان علیشیر پرتوبوف را میشنویم. آب منبع نخستین و ناگزیر قانع گردیدن طلبات اساسی انسان و جزئی اساسی رشد استوار آب به حساب می رود. به همگان معلوم است که تشبث‌های جهانی تاجیکستان در ساحه آب تا امروز همیشه مورد دستگیری جامعه بین المللی قرار داشتند که این امر در بالاروی و وسعت آبرو و اعتبار کشور در سطح جهانی نقش مهم گزیده است. باید تذکر داد که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان طول دوران صاحب استقلالی تاجیکستان تشبث‌های بین المللی را عاید به حل مسائل آب پیشنهاد نمودند و آنها از جانب جامعه جهانی همه جانبه دستگیری یافتند. یکی از مشکلات گلوبالی اکولوژی که حالا مردم سیاره را به تشویش آورده است نارسایی آب نوشاکی می باشد. در نظر است که اساس نارسایی آب تازه استفاده نادرست آب‌های استعمالی، افزایش اهالی و وسیع شدن زمین‌های کشاورزی میباشد. چقدر که اهالی زیاد شود، همانقدر طلب آب زیاد میشود و اینچنین چقدر که زمین‌های کشاورزی بسیار که شد، همانقدر ما میباید که آب را بسیارتر استفاده کنیم. طلبات به آب زیاد میشود. با مقصد حل این پرابلم گلوبالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دقت عالمیان را برای اعلان نمودن سال 2003 همچون سال بین الخلقی آب تازه جلب نمود و این تکلیف از جانب سازمان ملل متحد عملی کرده شد. باید همه درک نمایند که قیمت آب از قیمت نفت، گاز، انگشت و دیگر نمودهای سوزشواری و منبع‌های انرژتیکی کمتر نیست. این است که موافق پیشنهاد سرور دولت تاجیکستان امامعلی رحمان سالهای 2005-2015 10 ساله آب برای حیات، سالهای 2013 سال همکاری‌های بین الخلقی در سمت آب و سالهای 2018-2028 10 ساله عمل آب برای رشد استوار از طرف سازمان ملل متحد پذیرفته شد. باید گفت که این تشبث‌های سروری دولتی تاجیکان در عرصه جهانی از خصوص حفظ ذخیره‌های آب در حل مسائل نارسایی آب در سیاره آورده می‌رساند. رشد استوار در ساحه آب این در برابر رشد اقتصادیات و طبیعت ضرر نرسانیدن میباشد. ابراز می‌دارد علیشیر پرتوبوف. مناسبت نادرست انسان نسبت به آب از یک طرف اگر باعث شسته شدن قرغزار یعنی که ریکشال تبدیل یافتن زمین‌های زیادی وادی‌ها بیابان‌ها گردیده باشد، از طرف دیگر سبب پیدا گردیدن شور زمین‌ها گردیده است. تفکرانه استفاده بردن که به قدر این نعمت بی‌بها رسیدن لازم است. موافق اخبار رسانه‌های گوناگون حالا زیاده از 20 دولت دنیا که شماره اهالیشان از 132 میلیون نفر زیاد است از آب نوشاکی تنقیسی می‌کشند و 2.4 میلیارد نفر آب پره تازه نکرده را استعمال میکنند، یعنی که فیلتر نکرده استعمال میکنند. مشکلات ذکر شده خصوصیت عمومی بشری دارد و آن باید از جانب عامه با اشتراک مستقیم جامعه جهانی حل کرده شود. جای بحثی نیست که بزرگترین تمدن‌های جهانی در ساحل دریاهای سیراب و وادی‌های حاصلخیز پیدا شده، سپس شهرت عالمگیر یافتند و شاید همین اصالت کهن بنیاد و آیین پرستش و مقدس داشتن آب چون منبع حیات بود که دولت صاحب استقلال تاجیکان اول تشبث سال آب تازه، سپس 10 ساله آب منبع حیات و 10 ساله عمل آب برای رشد استوار را پیشنهاد کرد و این اقدام‌های بشردوستانه از جانب جامعه جهانی دستگیری یافتند. باید خاطر نشان نمود که در آخرهای عصر 20 تهدید و خطرهای معاصر گلوبالی از جمله بحران مالیوی و اقتصادی، تغییریابی اقلیم، رخ دادن حادثه‌های آفت‌باری، تعداد اهالی
таъмини оби ошомиданӣ, ифлосу заҳролудшавии захираҳои обӣ ва дигар масъалаҳо барои амалӣ шудани ҳадафҳои рушди ҳазорсола монеа эҷод менамоянд. аз ин роҳ масъалаи дастрасии аҳолӣ бо оби нӯшокӣ, тозаи покиза нигоҳ доштан ва оқилонаи самаранок истифода намудани захираҳои обӣ яке аз ҳадафҳои рушди ҳазорсола маҳсуб меёбад. воқеан ҳам таи 10 солаи охир дар тоҷикистон ҷиҳати таъмини сокиёни мамлакат бо оби тозаи ошомиданӣ барномаҳои зиёди давлатӣ ва ғайридавлатӣ роҳандозӣ гардиданд. бовар дорем ки 10 солаи навбатии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 дар ҳалли масоили об мусоидат хоҳад намуд.